سلام، من مجید گلابی هستم و خوش اومدید به کانال گلابی پلاس. برگشتم با داستان ترسناک اشتهای اگمن. لطفا اون سابسکرایب 20 رو بزنید. بریم سراغ داستان. اگمن توی آزمایشگاهشه که سونیک دیوار آزمایشگاه رو سوراخ میکنه و وارد میشه. سونیک آزمایشگاه رو به هم میریزه و میره. اگمن به هوش میاد و شروع میکنه آزمایشگاه رو مرتب کنه که متوجه یه بوی خاص میشه. اگمن میره که ببینه این بو از کجاست که یه پرنده رو میبینه که سوخته و از لوله افتاده بیرون. بوی پرنده داره اگمن رو دیوونه میکنه. پرنده رو بر میداره و میخورتش. اگمن کل ذهنیتش تغییر میکنه. اون نقشه زمردها رو پاره میکنه و یه هدف جدید برای خودش پیدا میکنه. اون یه دستگاه جدید اختراع میکنه که پرنده ها رو میگیره. کمی بعد، زمانی که همه چیز داخل دنیای سونیک مرتبه، ربات های غول‌پیکر میان و شروع به گرفتن پرنده ها میکنن. اگمن با استفاده از اون دستگاه ها پرنده ها را شکار میکرد و میخوردشون. چند ماه میگذره و اگمن دیگه مزه گوشت پرنده ها براش تکراری شده. اون تصمیم میگیره یه گوشت جدید امتحان کنه. اگمن میخواد گوشت خارپشت بخوره، یعنی سونیک. اگمن سیبیل هاش رو کوتاه میکنه تا راحت تر غذا بخوره. همین موقع یکی از رباتاش براش گوشت پرنده رو میاره و اگمن اون رو میخوره. اگمن به سمت آزمایشگاه میره تا یه چیز جدید اختراع کنه برای شکار خارپشت. اگمن طرح اختراعش رو میریزه و شروع میکنه به ساختنش. توی جنگل سونیک رد میشه که با امی روز آشنا میشه. اونو با هم راجع به ناپدید شدن پرنده در طول این چند ماه حرف میزنن که یه صدای مهیبی میاد. اختراع اگمن کامل شده و هدف اولش امی روزه. خب، ویدیو اینجا به پایان رسید. این قسمت اول و دومش بود. قسمت های بعدی به محض اینکه منتشر بشه براتون میذارم و برای حمایت من که این سابسکرایب رو بزنید دیگه. آره، این لایک هم بزنید، خیلی بهتر میشه. قربونتون برم. خداحافظ. آقا، ما اوایل داستان میبینیم یه پرنده از توی لوله اومده بیرون و اگمن میخورتش و بعدش هم هار میشه. خب، این پرنده کجا بوده؟ حدس ما اینه که اگمن این پرنده رو برای آزمایش اینجا نگه داشته بوده و بعد از حمله سونیک دستگاه ها خراب میشن و پرنده کباب میشه و از تو لوله میپره بیرون. همونطور که گفتم، اگمن روش آزمایش انجام میداده و اگمن با خوردنش روی ذهنش تاثیرات عجیبی میذاره و دیگه همین. سابسکرایب فراموش نشه.